اینجا ایران است. روزهای پس از کودتای 3 اسفند 1299 در کودتای انگلیسی با هماهنگی سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان قوای قزاق وارد تهران شده ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال می‌کنند. فعالان سیاسی بازداشت و زندانی می‌شوند. رضاخان به فرماندهی کل قوا می‌رسد و زمینه برای تشکیل سلسله پهلوی پدید می‌آید. اینجا ایران است. 28 مرداد 1332 تهران شاهد یک کودتای آمریکایی است. فعالان سیاسی بازداشت شده و دولت مصدق محاکمه می شود. اوباش با پشتگرمی نیروهای نظامی با شعار جاوید شاه در خیابانهای تهران به راه می افتند. منزل دکتر مصدق مورد حمله تانک ها و مسلسل های نیروهای کودتا قرار می گیرد. فرمان عزل مصدق و نصب زاهدی در رادیو خوانده شده، مصدق زندانی و سپس برای همیشه تبعید می شود. اینجا ایران است. تهران 22 خرداد 1388 در میان بهت و حیرت بسیاری از مردم ایران احمدی نژاد پیروز انتخابات خوانده می شود. شما خوبی؟ خسته نباشید واقعا. دکتر فقط اقتصادی ببندیم. سیاسی هم میتونیم بپرسیم. جهانی دیگه. آره. این باراک اوباما اومده. من راجع به اون صحبت کردم. خیلی خوب. در مورد چی میخوایم؟ منطقه اینا بگیم؟ کلا وضعیت جهان به کدوم سمت؟ با ماجرای حاله نور شون خیلی با صراحت میگه. آره بعد که من صحبتام تموم شد به من گفتن که یک حاله از نور طور فرا گرفته بود و وقتی صحبت میکردم اینا انقدر میخکوب شده بودن که چشمای اینا حرکت نمیکرد. به نظرم بحثایی که آقای کروبی کردن اصلا نیازی به پاسخ نداره. تو ادعا کردن در اولی که قطب ساختگی بودنش کاملا معلومه. یه نفر از من ایرانی صحاب گفت وقتی تو شروع کردی بسم الله اللهم گفتی من در اینجوری احاطه کرد رفتی توی اسمی توی حساری تا آخر خودم این احساس کردم. من احساس کردم که اصلا فضای دفعه عوض شد اینجا و همه حالا 28 دقیقه تمام این سرا موجه نزدن. اینجا میگم موجه نزدن قلوب نمی کنن اما انطلاق نیست چون نگاه میکردن همینطوری انطلاق مرکوت بود. یه دستی اینا رو همه رو گرفته و اینجا اشتاده بود. چشا بوجهشون رو باز کرده بود این از جمهوری اسلامی انطلاق چیست. Greatest government in the occupied Palestine, and in fact in compensation for the dire consequences of racism in Europe. Okay, please, thank you. And in fact, in compensation for the dire consequences. هنر این نیست که ما کاری بکنیم که روز به روز در دنیا اعتبار ملت ایران و جامعه ایرانی
کاهش پیدا بکنه و در خودمون خود گوییم و خود خندیم و خود مرد هنرمند باشیم. اما این ملت بزرگی که یکی از کارهاش این انقلاب عظیمی است که انجام داده، اعتبارش در دنیا از بین بره و امکاناتی که برای پیشرفت داره به روز به روز باید برای ثبت در تاریخ، برای ثبت در عظمت‌های مردم لرستان و خرم آباد یک سوال بکنم از شما. به من گفتند ساعت‌ها شما در اینجا حضور دارید، از ساعت 10، ساعت 9، ساعت 8، پس ساعت چند؟ 7. الان ساعت چنده؟ 12:30. پس لابد خسته شدید. خسته نشدید؟ مطمئن باشم میخوام حالا جواب بدین همه دنیا بشنود. پس کی خسته است؟ کی خسته است؟ ذکر و ذکرمون شد کسب آبرو. چه آبرویی؟ مملکت رو تعطیل کنیم، دارالایتام دایر کنیم، درست تره. مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه می آید، قحطی است، دهانی است، مرض بیداد می کند، نفوس حق و نحس می دهند. باران رحمت از دولتی سرگرد عالم است و سیل و زلزله از معصیت مردم. میر غضب بیشتر داریم تا سلبانی، سربریدن از خط سهل‌تر. ریخت مردم از آدمی زاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده. چشم ها خمار از تراخم است، چهره ها تکیده از تریاک. خلق خدا به چه روزی افتادند از تدبیر ما. دلال، فاحشه، لوطی، یله، عباس، کفزن، رمال، معرکه گیر، گدایی که خودش شغلی